حسود کیست؟ حسود دلش نمیخواهد که مردم چیزی داشته باشند. آفرین پسرم. حسود همان است که تو گفتی. حسود همیشه از داشتن دیگران رنج میبرد و خشمگین است. راه ترک حسادت چیست؟ آیا حسود میداند که این دنیا روزی برای او تمام میشود؟ آفرین پسرم، آفرین. پاسخ همین است که تو گفتی. حسود باید بداند که دنیا به کسی وفا نمی کند. حسود نه خیر دنیا را می بیند و نه پاداش آخرت. حسود از حسادت خیش طرفی نمی بندد و وصلی نمی چیند.